سلام دوستای خوبم، به دوره ایزی مت ریاضی آسان خوش آمدید. من زهرا زندی هستم، متخصص ریاضی. سالها ریاضی خوندم و اینجا هستم تا به شما کمک کنم که ریاضی رو جذاب، آسون و با اشتیاق یاد بگیرید. یه بزرگی میگه که ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آن را نواخت. حقیقتا همینطوره. اگر ما ریاضی خوب یاد بگیریم، نه تنها میتونیم تو مدرسه، دانشگاه از یادگیریش لذت ببریم، بلکه تو زندگی شخصی هم خیلی میتونه بهمون کمک کنه که مسئله های زندگی شخصی خودمون رو حل بکنیم. من اینجا کسی که به عنوان 20 سال تجربه کاری در زمینه ریاضیات داره، در دانشگاه، مدارس خوب، مدارس دیسوژان و مقاطع مختلف هستم تا کمکتون کنم تا ریاضی رو زیباتر ببینید. از این سوال شروع میکنیم: چرا ریاضی یاد بگیریم؟ همیشه بچه تو مقاطع مختلف، تو کلاس‌های مختلف از من میپرسن چرا ما باید ریاضی یاد بگیریم؟ من میخوام از خودتون فکر کنید که آیا شما جواب این سوال رو دارید؟ چرا باید ریاضی یاد بگیریم؟ من یه کلیپی بهتون نشون میدم، دوباره این پرسش از شما میپرسم که واقعا چرا باید ریاضی یاد بگیریم؟ من این ویدیوی بسیار جذاب که اسمش هست Nature by Numbers به شما نشون میدم. این ویدیو استفاده نامبرز، اعداد رو در طبیعت داره نشون میده. این در واقع یک بخشی از کاربرد اعداد. همونطور که میبینید یه سری عدد کنار هم دیگه قرار میگیرن. این یه سری بسیار معروفه به اسم فیبوناچی و جلوتر ما خواهیم دید چه استفاده داره ازش میشه. این اعداد و بسیاری از اعدادهای دیگه نه تنها توی زیست شناسی، طبیعت، بلکه در تکنولوژی های امروز بسیار زیاد، در بازی های موبایلی، در واقع جایی نیست که ما نتونیم کاربرد اعداد، ریاضیات رو ببینیم. پس تا اینجا میشه گفت که بخشی از زندگی ما ریاضیاته و همونطور که میبینید از کنار هم قرار گرفتن اون منحنی ها شکل حلزونی شکل به وجود اومد و این شگفت انگیزه. شاید تا الان به این موضوع کمتر فکر شده و کمتر فکر کردید که چطور ممکنه که از دل یک حلزون به این کوچیکی این همه رابطه و این همه نسبت های مختلف به وجود بیاد، ولی حقیقتا اینطوره. و اگر ما نسبت به این موضوع دانش نداریم، یه بخشیش شاید مسئولیت من معلمه که به شما به خوبی یاد ندادم که چطور نگاهمون رو نسبت به ریاضی عمیق‌تر و دقیق‌تر کنیم. و همونطور که دیدید یه سری یک عدد ثابتی از یک مرکزی به نقاط مختلف پرتاب شد و نتیجه این آفتابگردان زیبا شد و بسیار شگفت انگیزه که ما ببینیم خالق دانش داشته برای خلق هر پدیده از جمله آفتابگردان یک حلزون کوچک و در جلوتر ما ببینیم بسیاری از مفاهیم دیگه به این شکل قابل مشاهده هستند در طبیعت. من همونطور که بهتون گفتم در کنارتونم تا ریاضی رو براتون جذاب کنم، در حد توانم سعی میکنم که کاربردش رو به شما نشون بدم. همونطور که باز دارید میبینید اجزای یک حشره بسیار کوچیک، شاید اصلا به نظر ما بی اهمیت باشه، این همه جزئیات ریاضی توش نهفته است. در واقع شما به عنوان کسی که داره ریاضی رو دنبال میکنه شاید دونستن خیلی از این شگفتی ها علاقه شما رو بیشتر بکنه به یادگیری ریاضی. حالا دوباره برمیگردیم به سوال قبلیمون که چرا ریاضی یاد بگیریم. ممکنه این سوال برای شما الان به وجود اومده باشه که چرا ریاضی یاد نگیریم، چون حقیقتاً بخش بسیار زیادی از زندگی، طبیعت و کارهایی که در حال حاضر میکنیم و در آینده به عنوان شغل انتخاب میکنیم
از مفاهیم ریاضی ساخته شده است. پس هدف من اینه که مطالب درسی شما رو ربط بدم به پدیده‌های طبیعی و ریاضی رو برای شما جذاب‌تر کنم. ازتون میخوام که منو دنبال کنید. اگر سوالی دارید مطرح کنید. اگر مبحثی براتون دشواره به من بگید و من براتون محتوا تولید میکنم. خوشحال میشم که با هم دیگه در ارتباط باشیم و چالش‌ها و سوالات خودتون رو مطرح کنید. دوستتون دارم. بدرود تا درودی دیگه.